در مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов کنفرانسی جمهوریوی علمی عملی تحت عنوان مسئله های رشد ژورنالیستیک معاصر معما و دورنما بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در کنفرانس ضمن سخن افتتاحی از نقش و اعتبار وسایط اخبار عامه در جامعه و رسالت کسبی ژورنالیستان ابراز اندیشه کرده شد. در شرایط معاصر پیشروی دولت و حکومت و تامین رشد باثبات آن که یکی از مسئله‌های محوری سیاست دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حساب می رود، نقش رسانه‌ها باز هم پررنگتر و روشن‌تر احساس می گردد. ذکر یافت که تلویزیون و رادیو، روزنامه و مجله‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی همچون یکی از واسطه‌های اساسی تبلیغاتی در معرفی دولت و ملت تاجیک در جامعه جهانی نقش مهم می‌گذارد. پیشوای معظم ملت تاکید داشتند که منفعت‌های ملی و ثبات و آرامی جامعه تقاضا می‌نماید که واسطه‌های اخبار عامه وطنی نه تنها دستگاه توانای خبری باشند، بلکه در مبارزه اطلاعاتی برای حفظ منفعت‌های ملی، علالخصوص امنیت دولت و جامعه خدمت کنند. گفته شد که دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов در تکیه به چنین اندیشه‌های پیشوای ملت تدبیرهای مهمی را راه‌اندازی نموده در مدت نچندان طولانی در سمت‌های مهمترین رشد روزنامه‌نگاری از جمله تأسیس کاتدرای علاهیده، اختصاص‌های نوی به طلبات زمان معاصر جوابگو، آماده نمودن کادرهای ساحه روزنامه‌نگاری برای مطبوعات دوری و تلویزیون‌های محلی و مرکزی و اینچنین تأسیس دادن لابراتوارهای تخصصی کارهای معین را به سامان رسانید. مدیر کاتدرای تلویزیون و رادیوشنوانی دانشگاه ملی تاجیکستان دادسن سنگین گولوف در موضوع ژورنالیستیک تاجیک و چالش‌های نو جهان معاصر و رئیس سعودی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان الهام جمالیان در موضوع ذهن صنعی و ژورنالیستیک امکانیت‌ها و معماها معرضه ارائه نمودند. برگزاری کنفرانس مسئله‌های رشد ژورنالیستیک معاصر معما و دورنما یکی از نشست‌ها یا منبرهای می‌گردد که برای بررسی مسئله‌های تحقیق و تحصیل ژورنالیستی بسیار خوشایند است که ریاستی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov و شعبه ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه چنین تصمیم گرفتند و این امکانی که در اینجا محققان و معلمان ژورنالیستیک به هم میآیند و مسائل معاصر، مسائل حل طلب تحقیق و تعلیم ژورنالیستیک را بررسی میکنند. در ادامه تاکید گردید که یکی از تمایل‌های دوره رشد تکنیکی ذهن صنعی بوده. روزنامه‌نگاران از آن برای کارکرد معلومات و تحلیل اخبار استفاده می‌برند. ذهن صنعی می‌تواند به روزنامه‌نگار به طور خودکار در ایجاد مقاله‌ها کمک نموده، تمایل‌ها را پیشگویی و در بهتر شدن صفت کارشان کمک کند. البته این موضوع نو است و تا هنوز متاسفانه در دایره‌های علمی تاجیکستان هنوز بررسی جدی نشده است. اما در دایره‌های کسبی این موضوع دیر باز ارزیابی میشود، بررسی میشود و فکر و اندیشه ها بیان میشود و در زمینه این که مثلا ذهن صنعی به ژورنالیستیک چگونه تحولات وارد میکند اندیشه های زیاد گفته می شوند. کنفرانس کار خود را در دو بخش وابسته به مسئله های ژورنالیستیک معاصر ادامه بخشید. اطلاع داده شد که به کمیته تدارکات کنفرانس نزدیک 80 مقاله علمی وارد گردیده، آن در شکل مجموعه مقاله ها به نشر خواهد رسید. سیحون حیدرزاده، مظفر صابرزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.